ضمن معرفی لایحه بنیاد بینای نوی بیمارخانه بیماری‌های دل و مرکز اندوکرینولوژی ولایت ختلان در شهر باختر به رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید اطلاع داده شد که این تشبوس با مقصد بلند برداشتن سطح خدمترسانی طبی به اهالی در دایره تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی کشور راه اندازی می‌گردد. بیمارخانه مذکور از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان با مبلغ 19 میلیون سومانی در شفت مرکز بیماری‌های چشم ولایت ختلان بنیاد گردیده در روزهای تجلیل از 35 سالگی استقلالیت مورد بهره برداری قرار خواهد یافت. در دایره 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مرکز تشخیصی و مرکز بیماری‌های دل اندوکرینولوژی با تمام تجهیزات‌ها مجهز می‌گردند، علل خصوص با توموگراف کامپیوتری، مگنیتی رزونانسی، رنتگن رقمی و دیگر تجهیزات لازمه مجهز گردانیده می‌شود. برای ما متخصصان ساحه طب با این تجهیزات زمانوی کار ما با آسان می‌گرداند برای صفت تشخیص بیماران و در آینده با نقشه داریم که باز سطح و صفت خدمترسانی طبی را با اهالی پرزورتر نماییم. ضمن معرفی ابراز گردید که در مرکز مأموری ولایت شهر باختر بنیاد چنین بیمارخانه ضروری است، زیرا اهالی منطقه باختر با آن نیاز دارد. اطلاع داده شد که بینای نوی بیمارخانه مذکور از 4 آشیانه عبارت بوده در زمینه بینای حاضره آن که به طلبات زمان جوابگو نیست بنیاد می‌گردد. پس از انجام کارهای ساختمانی بینای نو با تجهیزات معاصر ساحه مجهز کرده می‌شود. طبق اطلاع در آشیانه دیوم بینا مرکز بیماری‌های دل تأسیس یافته با 40 کت خواب برای مراجعت کنندگان مجهز می‌گردد. رئیس ولایت دولتعلی سعید به مسئولین و رهبریت شهر دستور داد که صفت کارهای ساختمانی در بنا را منتظم نظارت نموده برای کارگران و ساختمانچیان نیز شرایط خوبی کاری فراهم آورند. همزمان رئیس ولایت عاید به کارهای سبز و خرمگردانی داخل بیمارخانه اظهار نظر کرده تاکید نمودند که در شنانیدن گل و گلبوته‌ها درختان سایه افکن کارها وسعت داده شوند. تاکید گردید که طبیبان باید از امکانیت‌های موجوده استفاده نموده در کارهای آبادانی و سازندگی سرسبز و خرمگردانی محیط اطراف سهمگزار باشند.